این اسنپبک به هر حال یک تهدیدی علیه کشور ما هست و مثل همیشه باید از دل تهدید فرصت‌ها رو بکشیم بیرون. من فکر می‌کنم که تحریم‌های داخلی خیلی بدتر از تحریم‌های خارجی به ما لطمه زده. شاید این بهانه پسری که تو خارج داره با پول من و شمای مردم عشق و حال میکنه، هر روز یک کشتی سوار میشه، یه ماشین سوار میشه، ماشین‌های لاکچری به دوست دختراش هدیه میده و کلی عشق و حالی میکنه که آرزوی تمام جوانای ایرانیه. فرزند این آقای جنتلمنیه که میاد تو تلویزیون جمهوری اسلامی و در مورد اسنپبک و بازگشت تحریم هایی که دقیقا خودش تو همون دولتی بوده که این تحریم ها و اینها رقم خود دولت احمدی نژاد، میاد تو تلویزیون میگه که این اسنپبک یه نعمته، ما میتونیم از دل این اسنپبک، از دل این بازگشت تحریم ها برای خودمون فرصت بسازیم. همیشه از تهدیدها باید فرصت بسازیم. توی همچین کشوری ما داریم زندگی میکنیم. یعنی پدر میاد میشینه مردم رو دعوت میکنه به قناعت، مردم رو دعوت میکنه به صبر، مردم رو دعوت میکنه به تحمل تحریم ها. پسر با پول همین مردم بدبخت بیچاره میره خارج کشور، هر عشق و حالی که آرزوی جوانای ماست اونجا انجام میده، فیلم میگیره، تو اینستا میذاره و داغ دل جوانای ما رو تازه میکنه. همین ساشا صبحانی میگه من تو ایران که بودم با قالب این هنرمندا، با قالب فوتبالیستا، با قالب افراد مختلف، میگه من پارتی میگرفتم، میرفتیم هلیکوپتر دولت استفاده میکردیم و این چیزایی که اصلا برای من و شماها قفله و قفل خواهد بود تا روز قیامت. اما خب پدر خیلی با صراحت، خیلی با وقاحت و حماقت میاد میشینه، دعوتش میکنن رسما سفیر سابق ایران در ونزوئلا و میاد راهکار میده به مردم که مردم تحمل داشته باشید، مردم صبر کنید. ما توی همچین کشوری، یعنی یه جورایی اصلا رسما انگار دیوونه خونه است به خدا قسم. یعنی قشنگ تو روز روشن به ریش همه مردم میخندن، عین خیالشون هم نیست. یعنی اینی که بگیم آقا اینا سهوی دعوت میشن، خودمونو به حماقت زدیم. کاملا آمدانه است. میخوان بگم بابا پسر میره عشق و حال میکنه، پدرش هم دعوت میکنه تلویزیون، شما رو دعوت به صبر میکنه، هیچ کی هم هیچ کاری نمیتونه کنه. یعنی دهنکجی به کل مردم، به کل جوانایی که تو آرزوی ازدواج موندن، تو آرزوی خونه‌دار شدن که اصلا کلا دیگه تا روز قیامت، آرزوی یه زندگی ساده، یه ماشین فکستنی پراید بخوام بخرن، به دلشون مونده تا روز قیامت و تا بمیرن. تو جامعه‌ای که کارمندش رو تردمیل داره حرکت میکنه، هر روزش بدتر از دیروزشه، تو جامعه‌ای که کارگر نمیتونه میوه بگیره، نمیتونه یه زندگی خوب برای زن و بچه‌اش تأمین کنه، توی همچین جامعه‌ای میان نمایش قدرت میذارن که دل این مردم رو در بیارن. خیلی عجیبین شما دیگه واقعا. یعنی با این کارگر، این جوون بدبختی که پشت ازدواج مونده، وام بخواین بهش بدید باید پدر جدش رو در بیارین، بهش هم نمیدین، آخر میخواد این جوون رو برای چی عصبانی کنید؟ یعنی عصبانیت من نمیدونم، با اصلا یه مریضی عجیب غریبی هست تو کشور ما بین مسئولین ما. یعنی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی خیلی عجیبه، یعنی هم جمهوری دارد مردم و هم اسلامیت دارد. این دیگه نورون علی نور واقعا. صدا و سیمای جمهوری اسلامی که اصلا خنده داره واقعا، هیچ کارشناسی پیدا نکرده، فقط این بوده. یعنی شما فکر میکنید این سهوی بوده؟ کاملا آمدانه است. بالاتر از اون ما تو جامعه‌ای هستیم که این آقای علی مطهری، فرزند اون آقای مطهری معروف، میگه که علی لاریجانی دور قبل انتخابات برای چی رد صلاحیت شد؟ یعنی از طرف شورای عالی امنیت ملی. الان دقیقاً همون علی لاریجانی شده دبیر شورای عالی امنیت ملی. یعنی این روزه است واقعاً. من میگم روحانیت میرن تو مساجد، تو این هیئت‌ها میخوان روزه خوانی کنن، بابا نیاز نیست از 1400 سال پیش بگید. همینا رو برای مردم بخونید، زار زار بشینید گریه کنید.
یک کسی از طرف شورای عالی امنیت ملی به خاطری که بستگانش خارج کشورن دارن اونجا زندگی میکنن، نمیدونم چه زندگی هایی، از ساشا صبحانی معلومه دیگه، رد صلاحیت میشه. یکی 2 سال 3 سال بعد همون آقا میشود دبیر همون شورایی که خودش رو رد کرده. یعنی اینو دیگه کجای دلمون بذاریم؟ اینو واقعا کجای دلمون بذاریم؟ بعد کارشناس دعوت میکنن، روحانی دعوت میکنن، این آقای میرباقری دعوت میکنن، میگه که به مراتب جمعیت دیندار ما نسبت به قبل بیشتر شده. بابا دیگه مردم نه اعتقادی به خدا دارن، دهه 80 90 بالا که اصلا دیگه هیچی. یعنی شما دین، دنیا، آخرت، زندگی، همه چی، آرزوهای این مردم رو نابود کردید واقعا. یعنی با ساشا صبحانی از کدوم جوون ایرانی میخواد شما انتقام بگیرید؟ یعنی این جوون چیکارتون کرده واقعا؟ غیر از اینه که به قول خودتون از دل همین تحریم ها و تهدیدها فرصت ها ساختن براتون، غیر از اینه که با پول همینا دارید عشق و حال میکنید، بعد برمیگردید با زندگی لاکچری و اشرافی و دافبازی و دوست دختر بازی ساشا صبحانی میزنید تو سر همین جوانایی که آرزوشون یه زندگی ساده است. شک نکنید که چوب خدا صدا نداره. یعنی دیر و زود داره ها، ولی سوخت و سوز نداره. شک نکنید انتقام خدا میاد. شک نکنید.